شایسته سویارова غیر از شغل معلمی در مکتب و فعالیت والنتیری مشغول می باشد. او یکی از آن اختیارانی می باشد که در ساحه تندرستی حیات جامعه با همین واسطه سهم خود را می گذارد. جمعیت هلال احمر تاجیکستان در حدود ناحیه واسه طول 2 سال من در همین جمعیت همچون اختیاری فعالیت نمودم. در سمینارهای آموزشی ما اول شرکت ورزیدیم درباره با این برنامه شناسیدیم. برنامه پیشگیری بیماری سیل و توبت آن بود. این را ما در بین عامه فهمانده دهی می بردیم در محلهای خود. شایسته در خانه نزد همسایه ها، در دهات نزد مردم دهات، در مکتب باشد وقتی خالگی با خوانندگان و معلمان عاید بیماری سرایتی سیل، راه پیشگیری و طرز توبت این بیماری صحبت ها می‌گذراند. بعدی و قطع کردن فعالیت این برنامه ما بین خوانندگان تا هنوز همین سمینارها را دوام میدیم میگذرانیم. از حالا من باور دارم که اکثریت خوانندگان ما درباره این بیماری معلومات کافی نیست دارند و می شود با در جایهای می شود که من حاضر در بین عامه هم وقتی با شخصی هم صحبت می‌کردم و در برای بیماری اگون شکایت کند، اگر البته با او یک به طور ساده کرده او را میفهمونم، توصیه میدهم تا اینکه از این بیماری خود را امین دارند. تا هنوز این فعالیت خود را من قطع نگرداندم. شایسته سویارова برای گذراندن صحبت و خوری ها از آدمان پول طلب نمی کند. برای این کارش معاش هم نمی گیرد. مصلحت های مفید او با آدمان به پول به طور رایگان می باشند. وقتی که ما در محل ها می رفتیم در خانه ها هم صحبت میشیدیم میگفتن شما معاش میگیرین، شما کارگری همین جمعیت هلال احمر هستین. میگفتیم که ما اختیاری که در نظر شما ما کارگری آنجا باشیم هم اختیاری هستیم. وقتی که ما اختیاری هستیم ما به معاش به مزد مهنت در اونجا فعالیت میکنیم. اگر به ما معاش که میدن ما خود را اختیاری نمی حسابیم. ما رو همون حسیاتی بشردوستی انسان پروری وادار نمود که ما همچون اختیاری در این جمعیت فعالیت نماییم. و در همون بودند هوسمند کنی از طرف این جمعیت در روزهای سمینار اگون توفه پیشکش میکردم با ما. خیلی با از راههای دور می اومدگی اونها را هم با یگون چیز تامین میکردند، لیکن ما به مزد 2 سال در همین جمعیت فعالیت نمودیم. در تاجیکستان قانون درباره فعالیت والنتیری سال 2013 قبول شده است. در این قانون پهلوهای فعالیت والنتیری معین کرده شده است. اگر همین در همه ساحه اگر همین خیلی اختیاریان یا والنتیرها چی نمیگیم باشد، اگر این به فایده هم جمعیت است و هم به فایده خلق عادی می شود. بازی ما میبینیم من ورزشگاه ها میروند جوانان در اونجا مشق میکنن، لیکن در اونجا به پول نیست. ما اونها رو اختیاری نمیگیم، اونها رو اینقدر بردار میکنن، تعریف و توصیف می‌نمایند که من جوان مردان با همت گفته. آنها البته فقط راه بیزنس است. اگر من مثل جمعیت اختیاری هلال احمر، اگر مثل جمعیت هلال احمر اختیاریان پیدا می شدند در همه ساحه، البته این به فایده هم جمعیت هم دولت هم عامه می باشد. جامعه امروزه که پر از پرابلم ها می باشد، جلب نمودن اختیاریان والنتیران برای حل این مشکلات ها با منفعت کار می باشد. شغل والنتیری اختیاری است و شایسته به واسطه تشکیلات غیر دولتی در ساحه تندرستی امکان پیدا نموده است که در سالمی حیات جامعه اشتراک نموده سهم خود را گذارد. متاسفانه در ساحه‌های دیگر حیات جامعه که به فعالیت اداره‌های دولتی وابستگی دارد، ما اختیاریان را پیدا کرده نتوانستیم.